خدا شما. خراب نکردم تا آخر عمر اینجا هستم. آره من یه عمری هستم. یا تو مرتضی بزن خراب کنن من از اینجا برم باز یا میرم پارک اون طرف هستم دستویی و این طرف لب دریا. پارکینگ 4 3 2 مثلا توی همین اگه ما اومدیم اینجا نبوده یه اسخر آقا. آره بگو این اسخر آقایی که سر دستویی کار میکرد. اسخر کشور میدونی؟ اسخر کشور. بگیم چی اسخر کشور؟ اسخر کشور. 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 آره. خب پس یه یادداشت بذار اگه ما اومدیم سال دیگه نبودی پیدا کنیم. آره یا بازار روز جدید یا قدیم یا بالاخره تو بازارم جنس میفروشی؟ نه اونجا مثلا دستشویی داره دیگه. تو این بابوسر بازار روز جدید داریم داخل شهر یا بازار اصلا تخصص دستشوییه. آره من مخصوص دستشویی هستم. هر کجا داره باشه همین دستشویی منو به جای پیدا میکنه. این طرف اگه لب دریا پارکینگ یک که دستشویی نداره 2 3 4 تا 5 6 داره. تو مثلا این پارکینگ رو مثلا تو 5 6 حالا شما تا این در این بر بسته کارت کمه. نه این طرفو بستم کم یک طرفه برن ازشون پول بگیرم. اون طرف که برن من این میخوام اینجا تمیز کنم اون طرف فرار میکنم میرم. من اینجا کار میکنه. پروفسورم میدونی؟ من فکر کردم چرا پس اون بار بستم. آره نه الان نیست تابستونه. تابستون نیست اونجا رو بستم. تابستون که بشه اونجا رو باز میکنم. آره شلوغ میشه. خب بعدتر که میذارم میرم. بله خب تابستونا چه مایتی زیادی پول نمیدارم کم بیام بهتره. شلوغی زیاد یه هو مثل شلوغ میکنم میرم میدونی نمیدونی مثل گوسفند میام مثل گوسفند میام پول نمیدارم. آره کم باشه میتونی اینا گیر بدی مثلا رو بزنی بگی مثلا خب یه نامه بنویس اینجا که پول فراموش نشه. کی بمیسم اینو رساده پشت گوش میذارم میدونی من رو میذارم اینا میگم من باز پشت گوش میذارم میدونی پشت گوش میذارم آدمو خوب هستن آدمو پدر سوخته هستن. بله آدمو میدونی همه جوره هستن میدونی بعضیا میذارن و در بعضی مثلا میشاشن یه 25 تومانی 50 تومانی میگیرم میرم شاشن میکنن 25 تومانی 50 تومانی میگیرم میرم میدونی اونم برمی‌دارن میرم آره میرم آره زحمت کشیدن دیگه. بعضیا اینو میزنن خورده خمیر میکنن میزنی که به خاطر میگه جمع کن برو اینجا نشین این مال شهرداری شما نباید بشین اینجا پول بگیرید مثلا این مال دولته مردم باید شاش برن کی برن ولی اینجا مثلا یه کاتبی را نشستی یا اینکه من خودم اومدم دیگه دیگه یه برای خود ریکاسی هم رو انداختی دیگه چیکار این کارا با یه روی نون بخورن دیگه نیست مگه خب من نباشم کن اینجا رو میگیره بله اصلا نمیشه رفت تو دیگه. آره دیگه آفرین نمره میگیره. خب شهرداری هم باید یه چیزی بهت بده. نه شهرداری اینجا گفت که آب برای پول ما میدیم همه چی از ما مفتی اینجا پول بگیر بره دیگه تمیز کن عوض. آره دیگه تمیز کن دیگه اگه گرفتی مال خودت وقت صبح میای تا شب هر چی دوست دارم مثلا میتونم یک ساعت باشم برم میخوام مثلا میتونم شبانه روزی باشم هرچی بسیگی به پشت خب نصف شب که مشتری کمه خودی وای نه من هستم 12 بعد هیچ خبر نیست میرم میخوام منو میرم بعد این تابستونایی که مسافر میان چادر میزنن همه میان اینجا آره همه میان اینجا از اون خب میتونی پول بگیری زیاد آره میان میدن ولی اینا زیاد کم بیان بهتره شلوغ که بشه پول نمیدن میدونی تو خراب خری باشه درست وقت خونه‌تون نزدیکه بچه‌ها تلفن میان اصلا پول بده نیستن بچه‌های گنبدی ها بچه ترکمون اینا تاکمون سرا اینا چیزا یا آدما مثلا اصلا پول بده نیستن مثلا 3 تا مینیبوس اومدن 150 تومن دادن 3 تا مینیبوس آره به خدا که والا پول بده نیستن میدونی لشکر سیاهی هستن کم بیان بهتره یعنی کمتر بیان مینیبوسیا رو اصلا راه نمیره مثلا یه چادر میزنن از اینجا تا به اون دیوار مثلا عروسی دارن مثلا یارو میره درون میزنه پول بگیره نمیشه هم باشه مثلا تو اتاق باشه مثلا 50 تا مثلا یا 100 تا اینا بیشتر میشن 50 میگم اگه عروسی هم باشه مثلا بخونی هم میتونی پول بگیری. آره عروسی ها میخوندم من چند ساله میدونی ترانه میخوندم الان دیگه چون که اینجا هستم نمیتونم برم تو شیرابو باز میگذارم حرکت میفته تو خیابون نمیتونم بذارم میتونم بیرون کنم تو دست دو تا خربزه نمیتونم بگم اونجا مامورا بودن اونجا مواظبت میکردم من میرفتم اینو کسی ندارم آره مسئولیتت هم سنگینه آره یه شیره برای 4 تا قیمتشه میگم عروسی 10 تومن یا 20 تومن کار کنم اینجا باشه 20 تومن بدم سر بشه میدونی 50 بشه بس همینجا باشم بهتره خب حالا کاسبی روزی چند هست حالا چه میدونی این 2 تومن 3 تومن در میاد الان زمستونه دیگه بستگی داره چقدر مردم چایی بخورن آره آفرین تابستون خوب میشه میدونی خوبه آبونو در میاد
و خونه نزدیکه اینجا؟ بابول خونمون. آره. از بابول هر روز میای آره. اینجا؟ نه نمیرم که. شب میام اونجا اسکله میخوابم، یه اسکله داریوش میگن اونجا سی دی هست، مثلا ویدیو سینا چیزا هست، مثلا اونجا برای من میخونه، من اونجا شاد هستم، مسلم سر میاد خواب نمیگیره، اونجا سی دی روشن میکنم برای من میخونه، فیلم تماشا میکنم، اینا مثلا از کلوب فیلم میگیرم میارم تماشا میکنم، مثلا توی خوابم باز صبح میام. نگهبانی اونجا به حساب نگهبان هستم، نه مثلا من پولی نمیدن، مثلا میگه تو اونجا بخواب. مواظب باش. آره مواظب باش. من اونجا بودم یه قایق آتیش زدن اینا رو می‌بینی 8 میلیون ضرر دادن. اونجا آره. نبودی؟ اونجا خسته بودم اینجا رفتم اونجا خوابیدم دنیا بودم. یارو اومد اسکله چی قایق آتیش زد و رفت و ماشین اومد خاموش کرد، تازه با چوب من تیغ دادن آفو بلند شو پنجره رو باز کردم تو چه نگهبانی هستی که میخوابی؟ گفتم خستگی نامرده دیگه. خستگی میدونی خواب که سنگین باشه نمیشه جلوشی بگیری. در حال خستگی زیاد آدم دیگه میره اون دنیا وقتی که مسئولیت نداشتی آدم خبر ندارم میدونی؟ هیچ مسئولیت نداشتی؟ من گفتم که من اینجا نگهبانی قبول نمیکنم، همینجوری تا زمانی که بیدار هستم اینجا مواظبت میکنم، اون تو هستم. خوابیدم معلوم مرده دیگه. آها راست آره دیگه آدم خوابید. خطرناک مسئولیت هم. آره نه مسئولیت. حالا چرا آتیش زده بودن؟ اینا مثل که عرق خورده بودن اومدن پایین به خاطر خندیدن مثلا آتیش زدن فرار کردن رفتن. چه ضرری به اون بدبخت بیچاره زدن. چرا گفتم من هیچ فکر می‌کنم به کسی آزاری نکردم بچه‌م میشه. بدبخت بیچاره می‌دیدم یا یه چیز کباب فلان یا می‌دادن مفتی می‌خوردن می‌رفتن. قایق چی بوده؟ ماهیگیری؟ قایق همین موتوری. قایق موتوری اینا 7 میلیون قیمتش آره. هر یکی 7 میلیونه؟ 7 میلیون. اینا که مثلا یا پا میزنن داخل آب میرن. آها اینا چنده؟ اینا 400,000 تومان. تا اون چند سال جلوتر بود الان 500 میشه. ما قیمتشون گرونه. آره. کوچی گرده شما هستی. سلامت باشی سلام. با اجازهتون بخوابن نمیشه میدونی آدم دلش نمیاد. آره. حق داره میدونی تلویزیون روشن میکنی. آره. شما فیلم سوپر موفر میبینید دل خودمون باز میکنی چیکار کنیم؟ آره. من که نداریم بالا سیم بلا دلمون رو خوش کنیم اینجوری. خوش باشید ان شاء الله. خاله حافظ شما. باریکلا خسته نباشید. اینم تموم شد دیگه. تموم شد؟